این یکی حساس ترین تست ضد آب تاریخی، یعنی آیفون 14 پرو مکس 100 میلیون تومانی با سامسونگ A56 40 میلیونی. بریم تو کارش. برو بریم. بنیامین، جان. بچه‌ها باید برای دیدن تستای بعدی حتما پست ما رو فالو داشته باشن. بله درسته. گوشه‌ای که توی پست قبلی بیشترین کامنت رو گرفته بودن آیفون 14 پرو مکس و گلکسی 56 بود. توی این ویدیو هر گوشی رو که می‌خواین کامنت بکنین تا براتون تستش بکنیم. بریم برای تستش. برو رو دوربین. خب این اوکیه. خب بچه‌ها اگه گوشیتون افتاد توی آب حتما سر بزنید به پست‌های قبلیمون. بریم برای تست اسپیکرش. اینم اسپیکر. وای این کلا تاچش گیج زد. صداش ضعیفه. اینم از تاچش که درست کار میکنه. اوکیه. به نظر شما تو این شرایط اقتصادی آیفون 100 میلیونی ارزش خرید داره یا سامسونگ 40 میلیونی؟